نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. الله سبحانه و تعالی در حق آن شخصانی که مسجد بنا می‌کنند چنین می‌گوید: مسجدهای خدا را کسانی آباد می‌کنند که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند و نماز می‌گزارند و زکات می‌دهند و از غیر خدا نمی‌ترسند. امید است که اینها از هدایت یافتگان باشند. سوره توبه آیه 18. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی مسجد بنا می‌کند الله تعالی در جنت به مثل آن برای او بنا می‌کند. بر روایت بخاری و مسلم. در حدیث دیگر فرمودند: کسی مسجد بنا کند خالص برای الله به مثل لانه کبک یا خردتر از آن، الله در بهشت برای او خانه می سازد. روایت ابن ماجه. پس خوش به حال آن شخصانی که در این دنیا مسجد بنا می کنند و این سبب می شود که مردم در آنجا نماز می گذارند و هر نمازگزاری که نماز بگذارد بدانید که ثوابش به آن شخصانی که مسجد ساختند می رسد. و برادرانی که شرایط ساختن مسجد ندارند ناامید نشوند. شما می توانید با یاری رسانیدن در ساختمان مسجد ثواب بگیرید و این کار را اگر خالصانه اجرا کنید ان شاء الله شما هم ثوابی بسیار میگیرید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.